ساکنان دهه طویل‌دره جماعت دهات استقلالی ناحیه جیهان سال 2012 پس از زمین لرزه در ناحیه سنگوار که خانه و منزل زیستشان خراب گردیده بود با امید زندگی بهتر و شرایط ارزنده زیست با وعده‌های مقامات مسئول به ناحیه جیهان مهاجر گردیدند. اکنون 8 سال می‌شود که در این ناحیه با امکانیت‌های موجوده خانه بنیاد کردند و این موضع را آباد می‌کنند، ولی مسئولینی که با دعوت آنها به اینجا کوچ بستند برای این ساکنان نه تنها مکتب و باغچه و بنگاه طبی نساختند، بلکه آنها حتی به آب نوشاکی هم دسترسی ندارند. مکتب نداریم، کودکستان نداریم، آب نوشاکی نداریم. گرچند این ساکنان بارها به مقامات حاکمیت محلی ناحیه جیهان دست جمعانه مراجعت کردند، ولی تا هنوز پاسخ مسئولین به جز وعده‌های خشک و خالی دیگر ثمری نداده است. وقتی ما رو آورد همینجا وعده ایجاد کردن که میبریم تو همه شرکتات حیومانیم. از سال اومدیم 2013 که اومدیم فرمودیم اینجا ما رو یگان مشکل آزاد نکردن، همه خبرمون نمیگیرن. من کمش که همه آب نداریم. من هر وقت جناب برام که یک پارچه زمین 3 حاصل بگیره، ما ایتا 1 حاصلش نمیگیریم. همه درختایی که با پشت خر آب کشیدیم ساز کردیم کاخ زدن، آب همه پالیزی، آب نوشاکی تمام نداریم. تمام. ما فرزندامو تابستون در چنگ خاک میروند، در همین لای میروند، در عذاب، در مشکل. اینا مینیم، اینا سال دیگه، اینا هفته دیگه، ماه دیگه هیچ که با داد نمیرسه. نمیدونیم جا بریم، داد با کی بگیم، چیکار کنیم دیگه، چی بگیم. این هم در حالی است که در تاجیکستان سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است و طبق این برنامه باید در 3 سال من بعد تمام اهالی دهات دوردست کشور به شرایط ارزنده زندگی دسترسی داشته باشند و در دلخواه محل مؤسسه های طبی، مکتب و باغچه، حمام و کاشانه حسن بنیاد کرده شوند. در برابر این به استقبال 30 سالگی استقلالیت اکثر تاجران و ساکنانی هستند که از پسنداز خود برای رشد دهات سهم گذاشته تعمیر پل و ساختمان مکتب را همچون اقدامی بشردوستانه برا میمانند. ساکنان دهه طویل‌دره ناحیه جیهان هم منتظرند که با تشبث نفر آرزوهای دیرینه‌شان عملی میگردند.